میدونستی تو بعضی عروسی‌های دبی به مهمونا حلقه طلا هدیه میدن؟ آره، اینجا عروسی یعنی شکوه، لاکچری بودن و سورپرایزهای عجیب. تصور کن وارد هتل میشی، بوی بخور، عربی همه جا پیچیده. یکو درا باز میشه، عروس با لباس پر از نگین‌های سواروفسکی وارد میشه. بعضی وقتا عروس و داماد رو سوار لامبورگینی یا رولز رویس میکنن، با موزیک و بوق میچرخونن. هنگامی که باز میگردند، آتشبازی طلایی از سقف تالار میبارد. اینجا خبری از سکه و پول نقد نیست. کادوها، جواهر، ساعتهای لوکس و هدیه‌های خاصن. مختلط یا جوا بستگی داره. سنتی ها جدا، اما مدرن ها مختلط با موزیک و رقص. مختلط یا جدا بستگی داره. سنتی ها جدا، اما مدرن ها مختلط با موزیک و رقص. بعضی وقتا جشن ادامه پیدا میکنه روی یات وسط خلیج فارس. تصور کن تو بری عروسی و آخر شب به جای یادگاری با یه حلقه طلا از اونجا برگردی.